خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای امروز. یک گروه جوانان تاجیکستانی در شهر استانبول ترکیه با نیولمون و وین استریا در مخالفت با فشارهای حکومت تاجیکستان دست به پیکت‌های اعتراضی زدند. مجلس نمایندگان قطع دسترسی به شبکه اینترنت و علاقه موبیلی در وقت‌های ضروری رسما قانونی کرد. نشانه‌های بحران شدید اقتصادی در تاجیکستان عیان‌تر می‌شود. امام علی رحمان بودجه دولتی را در سال 2015 در حجم 200 میلیون سومانی کم نمود. فرق بین قرب آشکار و پنهانی دلار به پول ملی به 40 سومانی رسیده است. خزینه بین‌المللی از سوار کاهش حجم مبادله کالا را در تاجیکستان مشاهده کرده است. شبکه‌های دولتی تلویزیونی تاجیکستان امام علی رحمان را پیشوای ملت و اساسگذار صلح و وحدت ملی نامید. کلیپ صدرالدین نجمی‌دین و غزل اینایه در طول 3 ماه بیش از 1 میلیون نفر دیدند. یک گروه جوانان تاجیکستانی در شهر استانبول ترکیه با آلمان و وین استریا در مخالفت با فشارهای حکومت تاجیکستان دست به پیکت‌های اعتراضی زدند. محتوای تمام پیکت‌ها از اعتراض و سرکوبی‌ها و فشارهای حکومت بالای دیگر اندیشگان و به زندان انداختن مخالفان سیاسی عبارت بود. در شهر استانبول ترکیه خانواده‌های برخی زندانیان سیاسی با پرچم دولتی تاجیکستان و نوشته‌های پدرم تروریست نیست و بابایم تروریست نیست به نزد کنسولگری تاجیکستان رفتند. در پیکت اعتراضگران اشاره به آن کردند که سرکوب‌های حکومت با شعاری به خاطر دموکراسی و مبارزه با افراط‌گرایی در اصل ضد آزادی‌های دموکراتیک مردم روانه کرده برای آینده خطر جدی را به وجود می‌آورد. گردیم آمدگان در این پیکت از مسئولین دعوت نمودند که به جای سرکوب و فشار مردم را با برق و آب، جای کار و معاش مناسب تامین نموده عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار نمایند تا مردم بتوانند شرایط برابر برای رشد پیدا کنند. اعتراضگران همچنین مونوپولی منصب و ثروت‌های ملی از جانب یک گروه و به زندان انداختن دیگر اندیشان و مصادره نمودن اموال صاحبکاران موفق را به سوی دیکتاتورای واقعی نامیده از افزایش ناامیدی در بین مردم تاجیکستان اظهار نگرانی کردند. در خاتمه اعتراضات گردیم آمدگان یک مراجعه‌نامه و عنوان تشکیلات‌های بین‌المللی و سازمان‌های حامی حقوق قبول کردند و از حکومت تاجیکستان تقاضا نمودند که هر چه زودتر تمام زندانیان سیاسی را از محبس‌ها آزاد نموده و همه گونه انواع خشونت و شکنجه علیه شهروندان خود خاتمه دهند. شهروندان جمهوری تاجیکستان مقیم ترکیه دیروز در نزد کنسولگری جمهوری تاجیکستان واقع در شهرک یشیلکای استانبول ترکیه تجمع کردیم و هدف از این تجمع ابراز نگرانی و اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرایانه حکومت علیه دیگر اندیشان، محدودیت شدید آزادی، شکنجه زندانیان سیاسی و بازداشت‌های بی‌رویه افزون به فضای دهشتناک اقتصادی و اجتماعی تجمع کردیم و ما در این تجمع که برادران بسیاری صحبت کردند از وضعیت زندانیان سیاسی و از فشارها و تعقیب‌ها علیه مخالفین اظهار نگرانی کردند و در این پیکت یا تظاهرات ما طلب کردیم از حکومت تاجیکستان طلب کردیم که هر چیز زودتر تمام زندانیان سیاسی را از محبس‌ها آزاد نموده به همه گونه انواع خشونت و شکنجه علیه شهروندان خود خاتمه دهد. همچنین طلب کردیم که با فشار و سرکوب و تعقیب دیگر اندیشان سیاسی خاتمه بخشیده به جای آن به مردم کشور برق و جای کار، دسترسی به معلومات و معاش مناسب تامین کند. اینچنین اعتراضگران به عنوان عضو جامعه جهانی از سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر درخواست نمودند که در برابر محدودسازی‌ها و سرکوب دیگر اندیشگان سیاسی در تاجیکستان خاموش ننشینند، زیرا خاموشی آنها سبب پایمالشوی روزافزونی حقوق و آزادی‌های شهروندان این کشور گردیده است. برای آزادی زندانیان سیاسی که همواره مورد شکنجه قرار می‌گیرند و دفاع از حقوق آنها اقدام‌های لازمه را اختصاص نمایند، حکومت تاجیکستان را وادار نمایند تا به تعهداتشان در برابر حفظ حقوق
انسان و ارزش‌های دموکراتی پایبند باقی مانده، از همه انواع محدودسازی و آزادی‌ها و سیاست سرکوبگرایانه خود و از برگرداندن وضعیت کشور به اوضاع سال‌های 1937 دست بکشند. اعتراضگران مراجعتنامه خود را به نماینده رسمی سازمان ملل متحد در بانک کارالمپیاد و نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در وین سپردند. در برابر خود نمایندگان رسمی این سازمان‌ها وعده دادند که دایر به مراجعتنامه چاره‌های ضروری خواهند اندیشید. مجلس نمایندگان تغییرات علاوه به قانون درباره مبارزه با تروریسم را معقول شماریده، قطع دسترسی به شبکه اینترنت و علاقه موبیلی در وقت‌های ضروری را رسما قانونی کرد. ضمن بررسی تغییرات علاوه مذکور، رئیس پارلمان شکرجان ظهورov برای اساسنامه کردن محدودسازی شهروندان و دسترسی به اطلاعات و علاقه اظهار نمود که جانبداران حاجی علیم برای آمادگی و برگزار نمودن آشوب مسلحانه روز 4 سپتامبر از اینترنت و علاقه موبیلی خیلی زیاد استفاده کردند. باید ذکر کرد که در تغییر علاوه‌های قبول گشته پیشینی شده است که در وقت ضروری محدودیت دسترسی به علاقه الکترونی اینترنت، علاقه موبیلی و غیره میتواند نه تنها در منطقه‌های علایده کشور بلکه در صورت ضروری در سراسر کشور جاری کرده شود. از نظر حقوق‌شناسان قانون جدید درباره مبارزه با تروریسم مخالف بندهای کنستیتوسیون تاجیکستان است و جاری کردن محدودیت و دسترسی به اینترنت و علاقه موبیلی در مورد سرکوب کردن مخالفان سیاسی و ناراضیان حکومت از جانب مقامات انتظامی استفاده شود. اما با چنین تهدیدها نگاه نکرده، وکیلان مجلس نمایندگان تغییرات علاوه ها را به بررسی جدی و یکدلانه با کل آوازها قبول کردند. قبول روایت قانونی پیشنهاد شده امکان می‌دهد که این بند در جمهوری تاجیکستان تا به انجام رساندن عملیات ضد تروریستی در منطقه گذراندن آن فضای اجرایی قانونی کشور و یا منطقه‌های جداگانه آن قرار نگیرد. زیاده از این شکرجان ظهورov ابراز نمود که حالا حکومت و پارلمان برای تنظیم ساحه علاقه الکترونی یک قطار لایحه قانونی آماده می‌کند و آن نیز با شیاری تدبیرهای مناسب برای مبارزه با تروریسم روی کار گرفته شده آن را از عمل معمولی نامید. قابل ذکر است که قبلا ضمن برگزاری عملیات ضد تروریستی در تاجیکستان از جمله در وادی رشت در سال 2010 و ولایت بدخشان سال 2012 حکومت تاجیکستان بدون شرح سبب علاقه الکترونی این منطقه ها با سراسر جهان محدود نموده بود. نشانه های بحران شدید اقتصادی در تاجیکستان عیان‌تر می شود. امروز امام علی رحمان با امضای یک قرار حکومت دخل و خرج بودجه دولتی در سال 2015 را در حجم 200 میلیون سومانی کم نمود. طبق قرار حکومت که هفته گذشته صادر گردید، کسر بودجه سال 2015 که 0.5% معین شده است تغییر نخواهد یافت. حکومت تاجیکستان وزارت مالیه را موظف نموده است که تغییرات دخلدار را به قسمت درآمد و خراجات بودجه وارد کند. خاطررسان می‌کنیم که بودجه سال 2015 حدود 15.3 میلیارد سومانی پیش بینی شده بود، اما در پی تاثیر بحران مالیوی، کاهش انتقال پول از مهاجران و دیگر عوامل‌های منفی نقشه بودجه اجرا نگردید. در همین حال فرق بین قرب آشکار و پنهان دلار و پول ملی به 40 سومانی رسیده است. حالا یک دلار آمریکایی که ارزشش در لوحه صرافه‌های شهر دوشنبه 6.75 و 6.77 سومانی نشان داده شده است، عملاً به عوض 7.15 سومانی فروخته می شود. خبرنگاری آزادگان 25 نوامبر ضمن بازدید از نقطه‌های مبادله اسعار پایتخت در مرکز دوشنبه معین نموده است که صرافان یک دلار را به عوض 7.05 سومانی خریده 7.10 7.15 سومانی می‌فروشند. قبلا بانک ملی تاجیکستان که قرب دلار را در بازار نقد کشور خودش معین میکرد اعلان نمود که از 26 اکتبر سال جاری قرب دلار را باز خود تشکیلات‌های قرضی معین میکنند. همزمان نماینده خزینه بین‌المللی اسعار در تاجیکستان ایدین بیبولوف ابراز نموده است که در برابر 40% کاهش یافتن حجم انتقال مبلغ به تاجیکستان در سال روان، همچنین کاهش حجم مبادله کالا نیز به مشاهده می‌رسد. او توصیه داده است که حکومت تاجیکستان را ضرور است که مکانیزم برای رشد اقتصاد را تهیه کند، چون بحران دوامدار است. این بحران اقتصادی از بحران سال 2008 فرق دارد. آن وقت اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد روسیه به زودی به رشد خود برگشت، اما این روند را در بحران قانونی پیش بینی کردن می شود، گفته است بیبولوف. او تاکید کرده است طبق پیش‌بینی‌های خزینه بین‌المللی اسعار سطح تورم در سال 2016 در تاجیکستان در حال رشد اقتصادی 3.4%، 8.2% را تشکیل خواهد داد. ضمناً در پی بحران اقتصادی در روسیه که کشورهای منطقه را نیز فرا گرفت، انتقال مبلغ از این کشور به تاجیکستان نیز کاهش یافت. به حساب بانک مرکزی روسیه در 6 ماه اول سال روان حدود 696 میلیون دلار به تاجیکستان انتقال یافته است که نسبت به همین دوره سال 2014 58.3% را کمتر می باشد.
خبرگزاری آزادگان اطلاع می‌دهد که در روز ضمن گزارش تلویزیونی از تنتنه‌های دانه و مناسبت روز پرچم دولتی که به گوی 24 نوامبر در حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و 16,000 نفر دیگر در نوروزگاه پایتخت دایر گردید، دو عنوان نو رهبری تاجیکستان اعلام کرده شد. در گزارش که طریق همه شبکه‌های دولتی تلویزیونی تاجیکستان پخش گردید، امام علی رحمان پیشوای ملت و اساسگزار صلح و وحدت ملی معرفی گردید. رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم تجلیل روز پرچم دولتی اظهار داشت که وقتی که در این یا آن گوشه عالم پرچم تاجیکان به افتخار دستاوردهای ورزشی و فرهنگی فرزندان وطنمان افروخته می‌گردد، سر ما تاجیکان بلند می‌شود و آبروی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی باز هم مستحکم می‌گردد. امام علی رحمان تاکید نمود که قرض شهروندی ماست که احترام رمزهای دولتی از جمله پرچم را به جا آوریم، همیشه و در همه جای آن را گرامی داریم، برای حمایت آن و پاک و مقدس داشتن آن با تمام هستی آماده باشیم، زیرا پاس داشتن و حمایت کردن پرچم ملی با حفظ وطن، پدر و مادر، اهل خانواده و پاس داشتن سنت‌های خلقی خود برابر است. در طول 3 ماه کلیپ یک جای صدرالدین نجمیدین و غزل عنایت آوازخوان‌های معروف تاجیک و افغان را در یوتیوب بیش از 1 میلیون نفر دیدند. شرکت قیام انترتینمنت که در تحلیل این کلیپ سهیم است گفته است که حساب ستوده نیست. تا کنون بسیاری از کلیپ‌های سرندگان تاجیک در یوتیوب تا 9 میلیون نفر تماشا کرده، حد 1 میلیونی را برای بار اول صدرالدین نجمیدین عبور می‌کند. بهار سال جاری شرکت‌های تماشا فهرست کلیپ‌های پربینی آوازخوان‌های تاجیک در یوتیوب را تهیه کرده در یک مراسم به صاحبانشان جایزه سپاریده بود. بنا به این تقسیم بندی از همه زیاتر کلیپ مرنگار رستم ترانه‌باران را تماشا کردند. در جای دوم با 467,000 بازدید کلیپ یک جایه امیربک عالمov و در جای سوم با 402,000 بازدید در آغوش تومی امیرامینگین امانقل و میستد. کلیپ ترانه یک جای صدرالدین و غزل روز 25 آگوست سال جاری در صحیفه رامین منصور در شبکه یوتیوب گذاشته شده. تا امروز آن را 1,185,745 کس دیدند. شعر من قربانی و ثروتی از دیوان من، بیت‌های خواندن و در خود نیارامیدند. بینندگان گرامی، این بود چه خبرهای امروز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.